کاملا هیچ وقت ما از خدا دور نیستیم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در دعا می‌فرمود که اللهم ربی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، به اندازه رپ چشم یا الله مرا به خودم مگذار. هرگاه به اندازه رپ چشم به خود ما گذاشته شدیم از بین میریم، تباه میشیم. هر لحظه با الله هستیم، هر لحظه، همه وقت میتونیم به الله رجوع بکنیم. یعنی بودن با رب، ارتباط با رب، یک موقعی که او درست نباشه و صحیح نیست و در او دوار نمیتونی ارتباط بگیری، ایت چیزی وجود نداره. شما ببینید رسول ما صلی الله علیه و سلم هنگامی که به قضای حاجت میرفت، پس که برمیگشت میگفت غفرانک، یا الله این لحظه ای که از نظر مکان شایان از اینه بود که به تو رجوع بکنم، یاد تو را بکنم، اینی لحظه را برام ببخش. دقیق شدن؟ یعنی از نظر ادب در وقت قضای حاجت انسان با رب خود چی نمیکنه؟ ذکر نمیکنه، تماس نمیگیره. بیرون که میشه چی میگم؟ غفرانک، اینی لحظه را برام ببخش. پس هر لحظه میتونیم با رب ما چی کنیم؟ التجا بکنیم. یگان لحظاتی که در ذهنتان یک بار یک عشق عجیبی می آید که به ربت متوجه، فوراً التجا بکو و به ربت سجده بکو، از ربت بخوای. او که اوقات استجابت را رب ما به ما تعیین کرده که وقت افطار است، در بین اقامه نماز شام و در بین آذان است و در بین افطار است، در سحرگاه است، در اخیر شب است. این اوقات زیبایی است که در اینجا کاملا یعنی قبل از قبل خدا باید آماده بکنیم تا از رب خود بیشتر چیز را بخوایم، خوبتر چیز را بخوایم. نیک است ان شاء الله.